امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول تشکر کنم ازتون بابت نگاه‌های قشنگتون. بعدش هم بریم سراغ تمرینات انعطاف کتف و کمر. خب اولین تمرین به این صورته که یه دونه از این کشا تهیه می‌کنید. در نزدیکترین حالت ممکن یه لاینش رو میندازین داخل پای راستتون و دقیقاً لاین کناریشو، یعنی نیازی نیست اصلا فاصله بینش بندازین، میندازین داخل پای چپتون. بعد که کامل انداختین داخل مچ پاتون، روی شکمتون میخوابین و وقتی که خوابیدین دو سر انتهای یکش رو میگیرین. میتونین حالا همینجوری دو سرش رو بگیرین، میتونین کاملا بندازین دستتون رو داخل لایناش. روی شکم میخوابین. این تمرین دو قسمت داره. یه بار کامل وقتی که خوابیدین 4 سر رو از زمین بلند میکنین و سرسینه‌تون رو میذارین زمین و قسمت بعدیش کامل 4 سر رو میذارین زمین و بالا تنتون رو میکشین به سمت پاتون، یعنی از زمین کاملا سرسینه رو جدا میکنید. این از تمرین اول. میتونید این تمرین رو انجام بدین و در نهایت آخرش هم 30 ثانیه بستگی به توانتون یا 20 ثانیه یا حتی بیشتر نگه دارین، یعنی هم 4 سرتون از زمین جدا باشه هم بالا تنتون از زمین جدا باشه. مثلا 20 ثانیه با پای خم و 20 ثانیه مثل من با پای صاف کاملا نگه دارین و تموم کنین تمرین رو. تمرین دوم بستگی به سطح شما داره. میتونین کامل فاصلتون رو خیلی نزدیک دیوار کنین و بالا تنتون رو بچسبونین به دیوار، میتونین فاصلتون رو بیشتر کنید و یا حتی اگه خیلی انعطاف ضعیفی دارین پاهاتون رو صاف کنین. اگر انعطافتون خوبه که خم کنین. کشو مثل من میگیرین و آرنجتون رو خم میکنین، کتفتون رو میارین پشت. بچه‌های پیشرفته فاصله کشو کم کنن و مبتدی‌تر فاصله کشو زیاد کنن. تمرین دومم پاهاتون رو کامل نزدیک سرتون میکنید و کشو از پشت پاتون رد میکنید و میبرید عقب، به این حالت که توی فیلم میبینیم. باز بچهای پیشرفته فاصله کشو کم کنن، بچهای مبتدی‌تر فاصله کشو بیشتر کنن و به مرور که انعطافشون بهتر شد میتونن فاصله دستشون رو کمتر کنن. تمرین سوم هم کنار دیواره. دوباره بالا تنتون رو میچسبونین، پاهاتون رو صاف میکنین و راست و چپ دستاتون رو میارین پایین، میبرین بالا، میارین پایین و میبرین بالا. در نهایت هر کدوم از این حرکت ها هم میتونین به صورت ایستایی نگه دارین، یعنی حالا بسته به توانتون 20 ثانیه یا 30 ثانیه نگه دارین. تمرین بعدی به این صورته که شما وسط دقیقاً کشتون رو میندازین دور پاتون. اگه دوست داشتین پاتون رو بندازین تو لاینشون، من خب ننداختم تو لاینش، همینجوری با دستم گرفتم، قلاب کردم، دو سر کش رو گرفتم، یه پام کامل روی زمین، پنجه‌اش پوینت کشیده است. اون یکی پامو میارم کاملا بالا، 4 سر رو از زمین بلند کردم، بالا تنم هم بلند کردم، هم ایستایی نگه میدارم، همین که کامل میخوابم و همزمان هم 4 سر هم بالا تنم رو از زمین جدا میکنم و هی سعی میکنم فاصله دستم رو به پام نزدیک تر کنم. مرسی که همراه من بودین. اگه ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید و به دوستانتون کانالمو معرفی کنید و خودتونم سابسکرایب کنید. متشکرم.